هستیم ما باید بدانیم که چیزهایی که من اینجا برای شما چیز میکنم اینها باید جاودانه بماند و شما اگر مسائل مهم مملکتی را میخواهید بدانید به توضیح مسائل بنده رجوع شود بکنید و اینها مهمترینش مسائل 2394 به بعد است و شما باید بدانید که اینها مهمند و ما مهمیم و الله و روح الله مهم است و خود مهم هم مهم است و شما این وضعی که الان افتادید ایراد نگیرید. اگر شما الان خدا را شکر نکنید همین قحطی و بدبختی هم که حالا داریم دیگه ندارید و شما حساب بکنید که حساب شما را ما میرسیم و شما حساب این را میکنید که من میمیرم من نمیمیرم، اما از طرف دیگر این نشد که شما بلند شید و هر چقدر که شما برخیزید ما می‌نشینیم، هر چقدر شما بشینید ما برمیخیزیم. انشاءالله تعالی همتان به رحمت خدا برید و ما به کارمون برسیم و شما انشاءالله تعالی همتان به رحمت خدا برید و من بمانم و ما میمانیم. ما برای خربزه انقلاب نکردیم، اینها آمدند و بانک ملی درست کردند و نفت ملی چه ما میخواهیم برای چه و شما حساب کنید نفت ملی یعنی همه نفت داشته باشند، یعنی کشاورز به جای آب به زمینش نفت بده و اینها که از گرانی دم میزنند از قحطی دم میزنند اینها برکتش را نمیدانند و شما میدانید شما خر نیستید و انشاءالله تعالی همینطوری هم بمانید و همه به رحمت خدا برند و ما به کارمون برسیم.